زیاده از 10 سال است در محله استقلال ناحیه رودکی همسایه‌ها به نوبت فرزندان همدیگر را به مکتب میبرند چون تا آنجا 4 کیلومتر راهی پرخطر است. همین تازه میکنیم احتیاط میکنیم که تازه بروند تازه بیان نمیشه. امروز نوبت گلجهان است. کودکان به سبب دیر پاییدن این سنت میدانند که کدام روز نوبت کیست. بنابراین نیم ساعت پیش نزد حولی او جمع میشوند. این خواننده ها در بست دوم تحصیل میکنند و باید 40 دقیقه تا درس برسند. نیمی شب میایم خیلی دیر میایم راه درازه راهشون بیزه و چند بار میبرم کجا شدن تابستم. این راهی ماشین هایی است که از ساحل دریاچه کوفرنیهان سنگ و شغل میکشند. روزه شماره ماشین ها تا 60 عدد میرسد. بجز این راهی محلات استقلال است. ماشین نمیام که با پول سوژ کنیم بودکمون بریم. اگه خدا هم شفیرا را انصاف بده و ما ممکنه ماشیناشون بار کنه بار میگن نکنن همه یک جو پدرخش پدر ندارن پول ندارن شرایطی ندارن که در ماشین بتن بروند. در راه با گروهی از خوانندگان واخوردیم که از مکتب می اومدند. در بست اول تحصیل میکنند. آنها پیاده می اومدند چون که در این مسیر نقلیات جمعیتی حرکت نمی کند. میترسیم وقتی هست که شرایط نیست یا وقتی نمیدونم که دیم ساعت اسپید میکنیم یکم ساعت اسپید نمیکنیم. احوالشون واضح بینن. من همین جو که کردن یک مکتب تشکیل میکردن. چون که میخوندن بچه‌ها. خوانندگان به مکتب رقم 15 ناحیه رودکی از 5 محله اطراف جماعت ترسونزاده و ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای تحصیل می آیند. اقتدار ما ناحیوی همین بینای تعلیمی ما برای 960 خواننده امروز حالت تنگ 3000 خواننده خونده شده. خواننده در 3 بس خونده شده. روشه تماما اگر در 2 بس کنیم با 6 تا صنف ما بیرون میمونن برای همین 3 بس شماره خوانندگان هم در صنف‌ها خیلی زیاد هست. در یک صنف از 50 تا 90 نفر تحصیل میکند. به زمین راه این دومین مشکل والدین است. حتی آموزگاران هم با دانش خوب گرفتن خواننده در میان جمعیت بزرگ یک صنف شبهه دارند. از آن خوانندگانی که در صنف انا فکر کنید 50 کس در اونجا چه خیلی صنف‌های 10 و 11 درس گذراندن چه خیلی برای آموزگاران مشکل است که همگی ایمان است و 45 دقیقه درس به هر یک خواننده 1 دقیقه درس هم نمیرسد که 50 کس چند دقیقه درس میگذره. جو ما از گیریم برنامه میگیریم 5 قسم درس باید ما گذرانیم لیکن در اما 5 قسم درس در صنفایی که شماره خوانندگان زیاد است گذراندن نمیتونه. در شعبه معارف ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفتند این مشکلی ساکنان را میدانند و به عنوان وزارت معارف برای حل آن نامه ارسال کردند. 2 سال پیش ساکنان محله استقلال سی از حساب خود به بنیاد مکتب شروع کردند. نیت داشتند که فرزندان 2 محله استقلال 2 که تا 2000 اهالی دارند تا صنف 4 اینجا تحصیل کنند. رسمی گرداندن آن به تأخیر افتاد و ساختمانش نیز به پایان نرسید. ما ای جناب عالی خواهش میکنیم که همین مکتبی که نیم کلا شدگی ای دست یاری دراز کنه و مکتبی ما تمام شوه و طلبای ما در همینجا تحصیل کنند. طول کشیدن حل مشکل مردم را از اداره‌های محلی ناامید کرده است. حتی خوانندگان نیز میدانند که به دخالت پرزیدنت مسئله آنها حل نمی شود. ما از محترم مولی رحمان خواهش داریم که با ما یک مکتبی نو ساز کند و راههای ما را تعمیر کند. بعضی خواننده ها تا 8-9 کیلومتر را نیز طی میکنند تا به مکتب برسند. به قول ساکنان بارها هنگام بازگشت کودکان زیر چرخ ماشین مانده‌اند. به فرق از آنها فرزندان گلجهان 4 کیلومتر کمتر راه می روند اما این از مشکل آنها نمیکاهد. نوبسته از آن که راه 4 کیلومتر یا 9 کیلومتر است، پدر و مادر از امنیت آنها و شرایط تعلیمشان برابر تشویش میکشند.